این ماکت یه انجین تیو 5 که اول از روی 206 تیپ 5 شروع شد و حالا داره روی اکثر ماشینای شرکت ایران خودرو کار میکنه. آرایش خطی داره و این قسمت سبز رنگ بلوک سیلندره که حالا از اون سمت بهتر مشخصه و توی اکثر آرایش ها مثل حالا آرایش خطی مثل این موتور یا آرایش وی شکل تمام قطعات تقریبا یکیه، ولی توی موتورهای پیستون دوار یا همون وانکل نوع قطعات فرق میکنه و حالا خیلی کمیابه و خیلی ماشینای زیادی از این مدل وانکل ساخته نشده. این قسمت های تو رفتگی توی بلوک سیلندر ماشینه که حالا اتفاق اصلی ماشین توی این قسمت میفته، یعنی اون انفجار و اون چهارعمل اصلی که میتونید به صورت خیلی آهسته این چهارعمل ببینید که پیستون این حجم تراکم پیدا میکنه و جرقه شمع میخوره و انفجار باعث حرکت ماشین میشه که این حرکت